با همکار تصویر بردارم سر زدیم بر رسته چادری فروشی های مزار. فرهنگ چادری پوشیدن نزد خانم ها و دختران جوان از سالیان زیاد به این سو مروج است. اکنون هم شماری از شهرنشینان و بیشتر باشندگان ولسوالی های دوردست بلخ از چادری استفاده می کنند. هنگام تهیه این گزارش با شماری از باشندگان ولایات مختلف که به بلخ آمدند روبرو شدیم. آنان به این نظرند که خانم‌ها در موقع بیرون رفتن از منزل باید حجاب اسلامی را با پوشیدن لباس‌های مانند چپن و حجاب رعایت کنند و نظر مثبت به پوشیدن چادری ندارند. این قدر که یک حجاب مثلا یک چپن سیاه یک خانم می پوشه با یک چادر بسیار مناسب خوب است و حجاب یک خانم مراعات میشه. یک خانم پت پنهان می باشه. به نظر من چادری یک چیز نیست که ما زیاد به او توجه داشته باشیم. یک خانم بتونه پت بسازه. رعایت کردن حجاب یک اصل است به نظر من در بالای تمام خواهرای ما مادرای ما در کشورهای اسلامی، ولی که مشخصا چادری باشد این مورد چیز خاصی در اصل دین به نظر ما وجود ندارد. شماری از باشندگان بلخ میگویند هرچند پوشیدن چادری طرفدار دارد، اما این پوشش برخی مواقع مورد سوء استفاده قرار میگیرد و افراد سودجو از آن در کارهای خلاف مانند دزدی، انتحاری و اعمال تروریستی و تخریبی کار گرفته‌اند. قیمت چادری هایی که در شهر مزار شریف به مشتریان عرضه می شود از 400 افغانی الی 3000 است. این چادری ها به اساس پیشنهاد افغان ها در کشور چین تولید و وارد افغانستان می شود. شماری از فروشندگان چادری می گویند روستانشینان بیشترین مشتریان چادری اند و بدامنی در برخی نقاط سبب می شود که خانم ها در آن ساحات برای مسئول بودن از رفتارهای خشونت آمیز گروه های افراطی و سنتی بودن خانواده هایشان چادری بپوشند. بیشتری مردم از اطراف استفاده میکنن زیاد بیشتر، ولی حالی که از بعضی از اطراف‌ها یا اوضاع که خراب میشه مردم شهر هم استفاده میکنن از چادری. شماری از دکتران در بلخ میگویند استفاده از چادری مانع تنفس هوای آزاد می گردد و به همین دلیل بیشتر خانم ها به مشکلات تنفسی، ضعف بینایی، دلتنگی و افسردگی دچار می شوند. پوشیدن چادری می تواند زمین اساس باشه برای مشکلات صحی برای او عده از خانم هایی که مشکلات آلرژیک تنفسی دارند. اینا اگر از چادری استفاده میکنن اکثرا پیش از یا مشکلات سینه قیدی یا نفس قیدی تحسس میکنن. چادری اساساً لباس یا حجاب افغانستان نیست، بلکه به وسیله اصطلاحگران به افغانستان وارد شده. تاکنون هیچ فرد درباره زمان آغاز پوشش برقع در کشور چیزی نمی‌داند. بعضی‌ها انتقال این رسم و رواج ناپسند را به لشکرکشی‌های متواتر عرب‌ها به افغانستان نسبت می‌دهند.